به مامانم گفتم مامان یه دختر خیلی خوب آشنا شدم میخوام باهاش ازدواج کنم. گفت مادر خیلی خوشحال شدم. کیه؟ گفتم دختر خیلی خوبیه، هر کی باهاش خوابیده تعریف کرد. گفت مادر چرا اینجوری حرف می‌زنی؟ گفتم والا خانواده داره، خیلی نجیبه، کفشاش هم استفاده نمیکنه، همش بالاست خدا سرشون. مگسه دوست دخترش رو بغل کرد گفت من تو رو با هیچ کثافتی عوض نمیکنم. جدی نگیرین زندگی رو، چون به خدا عاقبت نداره. یکی میگه بسی چاق شدی، گفتم جسدمو بعد یکی دیگه ببره، خودم که دیگه نگرانی ندارم. من آیل عباسلی نگرانی ما رو بعد یکی دیگه ببره. این یارو تو جهنم سرش میکرد تو بهش میگفت آب جوش کسی نمیخواد، چای مایی کسی نمیخواد، یه بستنی هم به ما بدید جون مادر. دست شما